سلام و عرض ادب به تمام هموطنان عزیزم. امروز میخوایم لوازم آرایشی را که به خانه دارم و نشان میتونم گفته بودم را ویدیو بگیرم. اول میخوایم از میکاپ لوریال پولیس شروع بکنیم. قسمی که گفته بودم کاور بسیار بالا داره و نقطه ها و خاله های جلد را پنهان میکنه. دوستا بسیار کم استفاده کردم از میکاپ و میخوایم که امرای پخته بخورانمش و این قسم نشان میدم. و آمدیم به میکاپ بعدی ما که ما ایره نو خریدیم و قبلا همه از این استفاده میکردم به خاطر که بسیار جلد غلیظ نیست و به جلد بسیار خوب میشینه. و ایره هم امرای تختی تر میخوایم بخورانمش. فرق شدیدن دوستای عزیز بسیار به جلدم خوب شیش و سرخی لایکت رنگ گلابی روشن ندارد. ما از این بسیار جد استفاده کردیم. و امرای برسک میخوایم بخورانمش. این قسم گلابی خیره شد. پاکش کنم امرای دستمان. و از این ربسین شویور پاور هم بغیر تیز نشان داده بودم بردن که گفته بودم به خانه بردن تست کرده نشان میدم که ربسین گلابی روشن است. و این ربسین نسوری را به خاطر روزهایی که میخوایم فیشن نسوری بکنم استفاده میکنم گرفتم. دوستای عزیز ربسین ها به خاطر تست کردن بسیار جد است. ما باید اول دستایم رو پاک کنم. و آمدیم به لبسینی که تازه خریدم که از کمپین فلورمار است که جلا و رنگ بسیار عالی داره که به این روزا بسیار مد شده. قسمی که میبینین جلای خود را دارم. ببینین دوستای عزیز امرای دست خود پاکش میکنم باز هم رنگش نمیره و امرای دستمال هم پاک کردم باز هم رنگش نرفت. و آمدیم به دو قسم سرخی که یکیش رنگ نسواری و یکیش رنگ سرخ داره. رنگ نسوریش میخوایم براتون نشان بدم از نزدیک. سر دست خود میخوایم تست کنم و نشان بدم براتون دوستای عزیز. امرای برس بخورانمش و بسیار رنگ خفیف و خیره داره دوستای عزیز. بسیار تیز نیست، بسیار خیره گرک است. و رنگ سرخش که وقتی که به جلد زده میشه رنگ گلابی میشه. گیره هم امرای برس بخورانم و نشان بدم براتون. این قسم کم روشن تر شد. و این هم لبسین لایکت که رنگ نسوری خیره داره. قسمی که میبینین دوستای عزیز بسیار رنگ ساده و خفیف خیره داره و فیشن نسوری را میکشه. و آمدیم به سایه چشم ریولوژن که تازه خریدم تست کرده میخوایم نشان بدم براتون دوستای عزیز که رنگ های مختلف ساده داره. اول از رنگ نسوری شروع میکنیم و رنگ نسوری خیرش و یه هم از او که خیره تر است. و زیدی بسیار خفیف داره. بسیار کم زیدی نشان میده خفیف که به کامera او قدر نامد دقیق. و یک رنگ دیگری که از خود زری بسیار کم داره رو میخوایم براتون نشان بدم. و جگری سادهش استفاده میکنیم دوستای عزیز. جگری روشن ترش. به نظر من دوستای عزیز تستم قدر رنگ ها بس است چون که دستای ما هم پر از رنگ شد. و یکی از هایلایترهای ما میخوایم براتون نشان بدم دوستای عزیز.
این را خواستم امروی دست خود استفاده کنم و با پشت دستم نشان بدم براتون دوستای عزیز. جلایش ببینین دوستای عزیز. و همچنان آمدیم به سر قلم خط چشم سیاه که ایره هم میخوایم به دست خود براتون نشان بدم دوستای عزیز. قسمی که به ویدیو قبلیم هم گفته بودم بسیار زود خشک میشه. ببینین دوستای عزیز نشر نکرد و خشک شد. و این همه ریملی که براتون میخواستم نشان بدم است دوستای عزیز. دوستای عزیز این ریمل هم ریملی است که مژه ها را هجوم میده و دراز هم میکنه. و همچنان ریمل لوریال پالیس که ما از همه ریمل ها که زیادتر استفاده میکنم چون که مژه ها را دانه دانه و دراز نشان میده و برسوی بسیار هم نازک است. ویدیو ما با پایان رسید دوستای عزیز. قسمی که وعده کرده بودم من از این لوازم آرایش به خانه دارم و نشان میدم را نشان دادم. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. با امید دیدار.